درود دوستان عزیز، در این ویدیو میخوام براتون چند تا حرکت ورزشی خیلی خوب واسه آب کردن چربی های شکم و قوی کردن مایچه های شکم بهتون نشون بدم. و این حرکات رو من بدون استراحت کردن پشت سر هم انجام میدم، چون وقتی شما استراحت نکنید اثر بیشتری روی مایچه هاتون میذاره. و هر حرکتی رو من میخوام این دفعه 20 بار انجام بدم. حرکت اول، پاها رو میاریم بالا، تا میکنیم، باز میکنیم و پاها رو به زمین هم نمیزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. فقط چند ثانیه میتونید استراحت بکنید، حدود 4-5 ثانیه. حرکت بعدی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. حرکت بعدی، دایره های کوچیک با پاهاتون میزنید. باز هم پاها رو به زمین نمیزنید. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. حرکت بعدی، پا رو از آن خم میکنیم، دست پشت گردن، تا اینجا میایم بالا، میریم پایین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. حرکت بعدی، دو چرخه میزنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. و اما حرکت بعدی که باز هم مثل دراز نشسته، بهتر که پا رو بذارید روی دیوار به این شکل، کمی با فاصله از دیوار. و حالا میریم بالا، میایم پایین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. تا دیدار بعدی و حرکات ورزشی جدید، بدرود.